در خدمت یکی از معنوی ترین مددجان بخش جسمی حرکتی مرکز جامعه توانبخشی شهید آیت الله صدوقی هستیم، آقای ستار هارونی، که من احساسم این هستش که یکی از برکت‌های مجموعه توانبخشی شهید آیت الله صدوقی وجود این بچه باحی است. ستار جان، از اینی که در این مجموعه الهی معنوی هستی چه احساسی داری عزیز دلم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بر مهمانان عزیز و بزرگوار امام رضا علیه السلام. من حرف کدام میزنم و زیاد مداهم اوقات نمیشم. تو این 4 سالی که من تو این شهید صدوقی هستم، من تنها فقط شهید صدوقی از مرکز جامعه آقا امام رضا هست. اما هر ساله این لطف خدا و امام حسین هر سال میریم مشهد مقدس و سلامتی یا چند روزی برمیگردم. من واقعا تو این 4 سال خیلی خوشحالم. پیش آقای آنو هستم، آقای زمانی و آقای طاهری بزرگوار. همچنین دعا میکنم انشاءالله و خداوند آنها را حفظ کنه و اداریانهای محترمی که هر روز بر ما زحمت میکشه از ته دل جان، از خدای عز و جل میخوام که یه روزی همه این بچه ها شفا بده و انشاءالله خداوند همه را عاقبت بخیر کنه.